اینجا پارکینگ خودروهای سواری سبک نیسان بود که اومدن یک ضلع جنوبیش رو کامل هرچی خودرو توش بوده آتیش زدن. خرج انفجاری تو یکی گذاشتن، اون یکی منفجر شده و باعث آتش گرفتن سایر خودروها شده. یه پشت مجموعه بهارستان بود که خودروهای لندکروز و نیسان در اینجا پارک بود. اینجا هم اومدن برخی از خودروها رو خرجگذاری کرده، منفجر کردن و بقیه هم ساختمون به این شکل در اومده، درختای کنارش سوخته، خودروهای کنار هم سوختن. بعد از 4 روز که از واقعه میگذره هنوز دود داره در این. خرج انفجاری عمل نکرده که کار گذاشته شده ولی عمل نکرده و بعضا خوب عمل نکرده، چون تخریب های سطحی به وجود آورده که ماشین از دور خارج شده ولی باعث انهدام و سوختن ماشین ها به طور کامل نشده. تمام این ماشین ها همه مورد تخریب قرار گرفته. خرجی که استفاده میکردن به شکل نوار بوده، کامل روی کاپوت ماشین ها کشیدن و این رو منفجر کردن. تمام کاپوت ماشین ها و احتمالاً موتورهای زیرش از دور خارجه. چیزی که اینجا استفاده کردن یک نوار فتیله انفجاری به شکل طناب بوده که روی تمام ماشین ها کشیدن و همزمان این رو منفجر کردن. وضعیت رو به این شکل. این یکی ماشین اضافه بر فتیله خرج انفجاری هم گذاشتن که منهدم شده. این نمونه خرج و فتیله انفجاری مورد استفاده مزدوران بوده که بخشیش اینجا روی زمین مشاهده میشه. هیچ کدوم از این ماشین ها از این فتیله انفجاری و خرابکاری که روشون انجام شده در امان نبوندن. نوار به این شکل کشیده شده، رفته روی ماشین، انداختن پشت آینه که گیر کنه رو زمین نیفته و همینطور تمام کاپوت ماشین ها نوارگذاری شده بود. و اینها رو منفجر کردن. این کار مال روز 10 شهریوره.
همونطور که مشاهده میکنید این پارکینگ پشت بهارستان تعداد زیادی خودروهای لندکروز و نیسان پارک بود که با فتیله به شکل نوار، فتیله انفجاری، چاشنی انفجاری به شکل نوار به طول تقریبا 200 متر تماما روی کاپوت ماشین های هر دو ردیف و از اینجا روی زمین که رد اون مشاهده میشه کشیده شده و همزمان اینها رو منفجر کردن. تمام این ماشین ها رو در بر گرفته. نه اومدن تخریب کنن. اینجا این ماشین هم میدونست. بگو بیا بریم. بیا بریم این شهادت. چه باتش درست نمیده. بیا داره کابوت میکنی بیا. تخریب و آتش زدن اموال ساکنین.